آیا مردا جذب مادرشون میشن یا زنایی که شبیه مادرشونن؟ خب نمیشه گفت همه مردا یه شکلن، هر مرد یه جور خاصه. ولی این رابطه‌ای که با مامانت داری بهت نمیگه به چه جذب بشی. این رابطه به نوعی بهت دیکته میکنه که به چه چیزی جذب میشی و دنبال چی تو زنان هستی. به نظرم یه خورده حقیقت تو این حرف هست. حالا بیا بازش کنیم. اگه مامانت ویژگی هایی داشته که تو فکر میکنی یه شریک جذاب باید داشته باشه، فوق‌العاده است. اون میتونسته برات الگو باشه که این ویژگی ها چطوری به نظر میرسن. شاید مامانت تو رابطه سالمی با پدرت یا بقیه آدمو بوده و بهت نشون داده که روابط سالم چجوری هن. حالا اگه مامانت یه ویژگی هایی داشته که نمیخوای تکرارشون کنی یا شاید سرد و اجتنابی بوده، تو هم میدونی که این ویژگی ها رو نمیخوای توی شریک زن ببینی. ولی در هر صورت اینا فقط اطلاعاتن که موقع ایجاد رابطه عاشقانه خودت میتونی ازشون استفاده کنی. خیلی از مردا این پیامو نمیگیرن که باید به دوران کودکی و زندگی خونگیشون فکر کنن تا بفهمن چی براشون خوب بوده و چی بد، به چیزایی که براشون کار نکرده و نمیخوان تکرارش کنن. ذهن ما طوری کار میکنه که چیزایی از والدینمون رو تکرار میکنیم، حتی اگه آگاهانه نخوایم، ولی ناخودآگاه جذبشون میشیم. مثلا اگه شما مادری داشتی که از نظر عاطفی در دسترس نبوده، ممکنه تو رابطه زنی رو پیدا کنی که همون جوریه، اجتنابی و دوب. و ممکنه بارها اینو تجربه کنی که فقط جذب زنایی میشی که همون رفتارا رو دارن. ما وقتی متوجه میشیم که کسی رو جذب کردیم و بهش علاقه داریم، از خودمون میپرسیم آیا اون ممکنه به ما صدمه بزنه؟ مثلا اگه مادرت از نظر عاطفی و صمیمیت باهات درست رفتار نکنه، ممکنه شرکایی رو جذب کنی که همونطور که عشق رو تجربه کردی بهت صدمه بزنن. والدین ما بهترین کاری که میتونستن رو با توجه به شرایط انجام دادن، ولی روششون روی ما تأثیر گذاشته که چجوری عشق رو بفهمیم. دقت کن تا وقتی که تو خودت تو درمان نکنی، شریکی اجتنابگر داری که دلبستگی مضطربی برات ایجاد میکنه. تو ممکنه سعی کنی که این رابطه رو درست کنی و دوست داری با کسی باشی که بتونه باهات ارتباط برقرار کنه و عشق متقابل ایجاد کنه، و این در صورتی اتفاق میفته که تو اون قسمت از خودتو درمان کنی. وقتی این کارو کنی میتونی یه شراکت امن رو به عنوان یه شراکت عاشقانه ببینی و شاید همین الان بهترین زن دنیا جلوت باشه و بتونی عاشقش بشی. خیلی دوستتون دارم و از همراهیتون تا اینجا سپاسگزارم. یادت باشه ما در لذت برتر کمکت میکنیم تا به بهترین نسخه خودت تبدیل شی و لذت واقعی زندگی تو تجربه کنی. تا ویدیوهای آینده مراقب خودت باش.